لپوتکا قطعی در می طوری سرم میزنه. جانم تنگی میکنم، میگم ای چیکار کردم ایجا میخیزم با لپوتکا میزنم. همین سخت زدگی چقدر دهشت زدگیش همین 1 فوریه 2006. این زن میگوید در 17 سالگی به خاطر رها شدن از عذاب مادراندر شوهر کرد، ولی بعد ازدواج هم بخت برایش نخندید. با بهانه بی‌فرزندی هر روز گرفتار خشونت و زورآوری شوهر میشد. از ترس گپی مردم به مقامات مراجعت نکرد. ولی روی رو شد من میگفت که صاحب نداری، که صاحب نداشتنم پناهی نیست. اکثرا مثل گلی زنان زمان اشتباه خود را درک کرده و حفظ آبروی خانواده را برای خود نودرکار می‌دانند که دیگر یا صحتی خود را از دست دادند یا با فرزندان خود به سرپناه ماندند. سازمان‌های حقوق بشر میگویند زنان در تاجیکستان معمولاً از جانب شوهر و اعضای خانواده‌شان نوع‌های گوناگون شکنجه را می‌بینند. از جمله تجاوز، کرد زدن، بوغی کردن، لطوکو با اشیاء تیز و سنگ چون بیل و آهن خبر می‌دهند. آنها میگویند تبعیضگران آنها را از خوراک و پوشاک و دسترسی به آشخانه و حاجتخانه نیز محروم می‌کردند. هر روزی من خبر، هر روزی من رویا مصاحب دیگری ما همگی 23 سال دارد، اما در این سن با 2 فرزند از شوهر جدا شده حالا در منزل اجاره به سر میبرد. میگوید شوهرش کاری دائمی نداشت و پول پیدا کردهش را صرف شراب میکرد و در خانه علمهایش را از او میگرفت. این زنی جوان میگوید از ترس آن که بعد طلاق گرفتن در خانه پدر برایش جای نیست، این زندگی پرماجرا را طاقت کرد. من زدنش ما خاطری طاقت میکردم که روزی و با قدیما ساز میشه اتاقم خاطری که ما زندگی ما پیش برده استم، ما همین قضا با طاقت کرده استم، ما قریب معیب شدم، حتی سر ما خم کردن نمیتونستم که اونجا دستای زدن سترسین مزگ برای شده که بودم که مشکل آزار و اذیت زنان تاجیک در حالی است که هنوز در سال 2013 تاجیکستان قانون جلوگیری از خشونت در خانواده را قبول کرد و یک مرکز مخصوصی را هم در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داد. ظاهراً این اقدام که برای پیشگیری از زورآوری در خانواده ایجاد شده است تا حال نتیجه چشمگیری نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی سالانه حدود 10,000 زن و دختر تاجیک از ضرب و آزار و اذیت شوهر و خویش و تبار آنها به مقامات شکایت می‌کنند. این در حالی است که صدها یا هزاران نفر دیگر به مثل گلی برای از دست ندادن زندگی و شوهر جای شکایت نمیبرند و در برابر همه گونه خشونت و زورآوری خاموشی را اختیار میکنند.